جسی پینکمن، میخوای با هم یه کار زشت شروع کنیم؟ تا چه اندازه زشت آقای وایت؟ تا این اندازه. حالا اینو ول کن. پایه ای؟ میخوای بپزی؟ You goddamn right. سلام، به برنامه آشپزی در طبیعت خوش اومدید. امروز شیشه آبی میپزیم. به خاطر اینکه ASMR طور باشه یکم آروم حرف میزنم. جسی. بله آقای وایت. این قابلمه کسکشو گفتم پر کن بیار. کجا بودی تو؟ داشتم چیز میزدم. چیز از این یادم نیست. کثافت نعشه ای؟ نه به ابوالفضل. خب یکم کونتو تکون بده زود باش. منظورم این بوده که مجله کنی واقعا تکون داد.